خیلی سوال میشه از ما که برای اختلال بیش‌فعالی درمانی به جز داروتراپی هست یا نه؟ خوشبختانه بله. شما میتونید از دستگاه نوروفیدبک برای این درمان استفاده کنید و یه کوچولو میخوام در مورد خود این اختلال توضیح بدم. ببینید اختلال بیش‌فعالی به 3 قسمت یا 3 نوع تقسیم میشه. یک، افرادی هستن که عدم تمرکز رو دارن و بی‌توجهن و معمولا نمراتشون کمه، به نوعی میگن درس نخونای کلاس هستن. نوع دوم کسایی هستن که بیقرارن و خب مادر این شکایت رو داره که هی بلند میشه میشینه ورج و ورجش خیلی زیاده. و نوع سوم کسایی هستن که به 2 مورد قبلی مبتلا هستن. برای 3 مورد هم ما میتونیم پروتکل‌های مختلفی توی نوروفیدبک پیاده کنیم و به راحتی فرزند دلبند شما رو بدون هیچ عارضه خاصی و بدون دارو درمان کنیم.